دوستان گرانقدر السلام علیکم، انشاءالله که جور و صحتمند و سر حال باشین و همچنان در پناه ایزد متعال. دوستان عزیز، ما تصمیم داشتم که یک کلیپ جدید تهیه کنم در رابطه با یکی از سبک‌های دیگر نقاشی، اما متاسفانه که بر ما شما بهتر معلوم است که در این اواخر هم در داخل کشور ما و هم در خارج از کشور ما بالای مردم مظلوم ما، خصوصا بالای مهاجرین افغانستان، حادثات و واقعات دلخراش رخ میده که از جمله حادثه دلخراش چند روز پیش که در مرز ایران و وقوع پیوست واقعا همه ما شما را غمگین ساخت. در نخست تسلیت باد میگم بر تمام خانواده های شهدا و همچنان از بارگاه ایزد متعال شفای عاجل بر زخمیان از این حادثه تمنا میکنم. دوستان گرانقدر، حادثه که رخ داد چند روز قبل در مرز ایران که یک تعداد از مهاجرین افغانستان از طرف مرزبانان ایرانی تیرباران شدن به شکل بسیار وحشیانه و وحشتناک. در نخست ما این اعمال وحشیانه را تقبیح میکنم و همچنان باید یادآور شوم که چرا مثلا ملل متحد، چرا حقوق بشر خاموش است به اصطلاح. گرچه از سالیان طولانی است ما در این مورد بعضی از نقاشی ها را کار کردیم که ملل متحد و حقوق بشر در شرایط ناگوار افغانستان هیچ نقشی نداشته، همیشه بر منافع خود فکر کرده و آرزو دارم که این حادثه دلخراش که رخ داده، اداره حقوق بشر، جامعه جهانی، ملل متحد باید که کسانی که در این حادثه شهید شدن و زخمی شدن، عاملان از این حادثه باید دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند و همچنان باید علاوه کنم دوستان عزیز، این مهاجرین مظلوم از نهایت مجبوری وطن ترک میکنند. بر ما شما معلوم است وقتی که در کشور جنگ رخ میده و حادثات، واقعات، شرایط نابسامان میشه، مردم مجبور میشه که فرار کنن. قماقی نمیفهمن که در دروازه پاسپورت برن مثلا ویزا بگیرن، پاسپورت، مجبور میشن فرار کنن که فقط سر جان خود فکر میکنن که زنده براین، خودشان زنده براین و اولاداشون، فامیلشان. به این شکل یک تعداد زیاد از مهاجرین افغانستان وقتی که رهسپار ایران میشدن صرف به خاطر یک کار و پیدا کردن روزی علاقمندان، شما ببینید که به چه شکل این مهاجرین مظلوم وحشیانه به قتل میرسند. همچنان باید یادآور شوم با وجود که در کشور ما شما جنگ است، اوضاع نابسامان است، اقتصاد افغانستان خراب است، بیکاری، بیروزگاری به اوج خود رسیده، ولی با هم مردم ما شما با همو همت و مردانگی خود به اصطلاح اگر مهاجر میشن در کشور پاکستان، ایران، ترکیه، کار میکنن، زحمت میکشن، عرق میریزن، به اصطلاح دست گدایی دراز نکردن به ترکیه، به ایران، به پاکستان. برعکس پاکستان هم آباد ساخت، ایران هم آباد ساخت، ترکیه هم. خصوصا یکی از بخشای ایران بر شما بگویم که خودم تهران که مرکز ایران است، باور کنین که نصف تهران به واسطه مهاجرین آباد شده. کار کردن، زحمت کشیدن، کار بسیار پرمشقت، کارهای شاقر انجام میدن و رزق روزی حلال پیدا میکنن. هیچ وقت دست خود به اصطلاح دراز نکردن به دولت ایران و دولت ایران، پاکستان و ترکیه هیچ وقت به این مهاجرین کمک بشر دوستانه نکردن، به اصطلاح از مولی قفل دست خود پیدا کردن. ولی بان هم امرای از این مهاجرین مظلوم ما شما برخورد بسیار زشت و وحشیانه صورت میگیره.
شاعری گفته است که ما بدین در نه پی حشمت جا آمده ایم. ما بدین در نه پی حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم.